به نام خدا میخوایم یه نقشه کولر بازی رو با هم تشریح بکنیم. خب ما این ترمینالمون 5 تا چیز داره: L N N1 و L1 ببخشید و N1 و 3 فرمان. خب اینجا ما یک کنتاکتور داریم، کمپرسور و موتور فن و 2 تا خازن. خب این A1 و A2 تیغه های بوبین هستن و L1 و L2 اینا تیغه های قدرت کنتاکتور هستن. اینجا اولین کاری که میکنیم پریز رو به L و N وصل میکنیم، به ترمینال L و N، و از L به L1 و از N به N2 یک جامپر میگیریم. اینا رو به هم وصل میکنیم و برای پنل داخلی اینایی که مثل هم هستن، هم نام هستن، L1 و N2 اینا رو و 3 که همون فرمان هست رو به هم وصل میکنیم همونطور که مشاهده میکنیم. خب برای وصل کردن اول از تیغه قدرت شروع میکنیم. از L که همون برقمون هست، فازمون هست، به L1 وصل میکنیم، به تیغه فرمان، به تیغه قدرت. بعد از سی کمپرسور به L2 هم وصل میکنیم و رانینگ و استارت به خازن وصل میکنیم و یه از رانینگ هم به رانینگ خازن فن هم وصل میکنیم. این از کمپرسور. بعد دومین چیز تیغه های بوبین. تیغه های بوبین که خیلی هم اینجا اشکال دارن، اینجا فرمانشو به ورودی تیغه های کنتاکتور میدیم که همون A1 هستن و 0 و از 0 به A2 میدیم. اینجا A1 و A2 یک سمتش فرمان و یک سمتش هم 0 هست. حالا موتور فن همونطور که میبینید یه کامش به فرمان رفته و رانینگ و استارت رو به خازن فن وصل میکنیم و از رانینگ هم یک جامپری گرفتیم به رانینگ که قبلا هم گفتیم، رانینگ خازن کمپرسور. اینجا نقشه ما تموم شد که اینجا برای این به 3 وصل کردیم که همون فرمانه. موقعی که فرمان داریم موتور فن هم بیاد تو مدار که این تیغه ها وقتی مغناطیس میکنن این L به کام کمپرسور میچسبه و کمپرسور هم میاد تو مدار و همچنین خازن و همچنین موتور فن.